ثبت موسیقی با آواز توزا استودیوی ببافور ریکاردز. رامك نو ترك غريبي باري عشر بچه غریبه گوش که روی کدام مکتوبی غریبی رسیه وقت داده چشم پریوش دگومه دگیرم در روی زمینی خنک خوان شر بچه تو جی پشایمون و مخ با کاشکی نمشیدم غریب خونه عطا و چم نسکی او خودی گرم باشه مالی تو خد میکنم خطیا میریم و در باشه یاد میکنم وطن ما تو جیکیستان مزیخ میشم وقت دا کاموس ای فکری غریبی میکشم اخدا سخت پشایمونم دیل دورای نموزیشه چند سال غریبم ندیدم وطن و بودیشه یاد میکنم ازادیشه اینجا با دنیکی های پرس پاسی منتای به این صفحه دا پا بگی هر سرخه کار برا خونه ای او چه دسته لیباس تا بوشو آقود که کی خونه دا هیچی نسته نیالی بستک نبرو نخیری یکی قب داشت رفت میکنم با این موچیروی میکنی خونه دا روزی غریب شیدنم زی غروسم دقیق چوکم صبر که مامیو میگم او چه جون یادو که بیله دای راپور درست خیر خشت و دیدن از سخت چوک کدام میبینم اوی دیده او چما نصیحت او تما گوش کده چه رزیمو کی ارخه کنتی نومر خطی جورگی نکنی بو ای گب نستای پدر گلاونی سیمیا ساز باشه فکری مرا نکنه سازم گلاونی خونه سر باشه خو روی پدست دایوکی کوی که فرق نداره گلاونی شوا روز کنیم رئیس بتا اویلی کورکی به فرشی دایوچم ارزوی کلین کردسته قریب 20 سال میشه و کی باری موجم میدسته نکی نشیدسته قپی دست الفایی برونه نمیشه بگم ساز نستم سوم ندارم به اونا ایلوج نست سوم رس خود چی دک داونا گوره دل داوناش ترافی من در رس خود چی پولی پتنده غریبی میگفتن خیال میکردم جای سازه خیال میکم زیخ نمیشوم صاف شوای درازه نمیگذارونم بغم فقط خنده ای لبام در صاف سرم خم نمیشه کوچه و بینی اولاده اخد و غریبا در صبر طاقت جمیل تیاره شر بچه تو جیگ ده فقط رزق روزی ته غریبی میگفتن خیال میکردم جای سازه خیال میکردم زیخ نمیشوم صاف شوای درازه نمیگذارونم بغم فقط خنده ای لبام در صاف سرم خم نمیشه کوچه و بینی اولاده اخد و غریبا در صبر طاقت جمیل تیاره شر بچه تو جیگ ده فقط رزق روزی ته عموما نبینه غم صاف سرشون خم نباشه بیایم تاجیکستان زنده باشه نمیشه